دوستان وقتتون بخیر. در جواب اون دسته از آدمایی که میگن املاکی‌ها کلاهبردارن و نمیشه بهشون اعتماد کرد، گرون شدن ملک کار املاکی‌هاست. املاکی‌ها نشستن پشت یه میزی فقط چایی میخورن و دروغ میگن. میخوام یه ارزی رو خدمتتون بگم و اون اینه که شما پشت پرده خیلی چیزا رو نمیبینی. حل و فصل مسائل موجر و مستاجر، کوچکترینشون خدا نکنه یه وسیله خراب بشه. حل و فصل مسائل بین فروشنده و خریدار، چک و چونه هاشون، این قیمت بالا میگه این قیمت پایین میگه، به هم رسوندنشون، حقوقدان بودنمون، سنگ صبور بودنمون، از مشکلاتتون گفتن و ما شنیدن. هر چند وقت یه بار یه قانونی بیاد، یه بخشنامه بیاد، باید بخونی حفظش کنی و خریدار بدون اینکه اینا رو بدونه میاد هر چی از ذهنش در میاد میگه. خودمونیم. حوصله خوندن همچین جزئیاتی رو دارید؟ پروانه تخصصی دفتر املاک. خب و هزار و یک مطلب حقوقی دیگه که شما در جریان نیستید. فکر میکنید یه معامله نوشته شده و تمام. مورد داشتم 30 بار بازدید داشتم یک ملک رو. 30 بار من بازدید دادم و هیچ کس اون ملک رو نخرید. آیا کسی بهم گفت دست در نکنه؟ دست مریزاد. حقوقی بهم دادن، کمیسیونی بهم دادن، بیمه برام رد شده. با احترام به همه همکارای گلم میگم تو دسته املاک، معذرت میخوام این لفظ رو به کار میبرم، ولی ما یه مش حمالیم که اجازه دادیم هر کی از راه رسید هر چی دلش بخواد بهمون بگه. زمان صرف کردیم، از خانواده‌مون زدیم، اینجا نشستیم، تو بازار بودیم، مطلب خوندیم، تجربه به دست آوردیم و دو دستی تقدیم مشتری میکنیم. ما دارایی و سرمایه‌مون علممونه، دانشمونه، آگاهیمونه. کاری کنیم که این معامله‌ای که نوشته بشه یه خطی توش نباشه که طرف متضرر بشه، یه خطی یه بندی توش نباشه که طرف زیان ببینه، مالش رو از دست بده، کار به دادگاه بکشه. اون وقت موقع کمیسیون میگه چه کار کردی؟ این چه کار کردی 30 سال از جوانی آدم پشتشه، 20 سال تجربه است. این چه کار کردی شما منو آتیش میزنه. اینه که شما بهم پیام میدید و چرا اینقدر پیگیری، چرا اینقدر سریش میشی؟ این منو آتیش میزنه، چون منم شخصیت دارم. من برای اینکه کار اون یکی مشتریم را بیفته دارم بهت پیام میدم، بهت محترمانه پیام میدم و تماس میگیرم. اگه بیمار باشم باید گوشی رو بردارم، سر کار باشم باید گوشی رو بردارم. طرف زنگ زده گفته مشاور املاکی، چرا گوشی تو بر نداشتی؟ میگم بابا جلسه داشتم، کار داشتم یه مطلب دیگه رو حل میکردم. میگه نه جناب عالی باید در هر صورت جواب منو بدی. برای چی شماره‌تو دادی بهم؟ آیا این منطقیه که این همه حرف پشت سرمون باشه، این همه تهمت پشت سرمون باشه، اون وقت یه پست بذاری هزاره کامنت میاد زیرش دروغگو، کلاهبردار، فلان؟ بابا جان ما هم آدمیم، گوشت و پوست و استخونیم. منی که دارم با شما صحبت میکنم شاعر پیشه بودم. من 84 سال 84 نفر اول غزل ایران شدم که اومدم املاکی باز کردم. منم احساسات دارم، منم به همون اندازه که شما به شخصیتتون برمیخوره منم خیلی چیزا به شخصیتم برمیخوره، ولی شاید نگم، تو خودم بریزم و این تو خودم ریختنها یه روزی تموم میشه و اون روی سکه در میاد، اون روی قضیه در میاد. پس ما وقتی که مشکل رو حل کردیم، وقتی معامله رو انجام دادیم، وقتی چک و چونه هاتون رو تحمل کردیم، وقتی موقع خرید با شما بودیم، گرفتاریاتون رو حل کردیم توی معامله، مورد خوب براتون معامله کردیم، خوبیم. ولی وقتی خدایی نکرده یه اشتباه ریز ازمون سر بزنه، همه اینا میره به کنار. یه خورده فکر کنید. خواهش میکنم از این به بعد وقتی پاتون رو میذارید توی دفتر املاک به همه این چیزا فکر کنید که این مشاور املاک هم یه آدمه، احساس داره. من کاری به بقیه ندارم. علی موسوی رو میگم، املاک مهرشهر. شاید بعضیا جنسشون خراب باشه تو این صنف، توی هر صنفی وجود داره، تو صنف فرهنگیا، تو صنف حقوقدانا، تو صنف عارضم به خدمتون کاسبا، تجار، توی هر صنفی آدم خوب و بد هست. من نمیگم همه فرشتن، ولی خواهش میکنم از این به بعد پاتون رو بذارید، مخصوصا توی دفتر من همه این ذهنیت رو داشته باش، بعد بیا اینجا با من حرف بزن، بعد گوشی رو بردار و با من حرف بزن.
بعد پیامک بهم بده. ارادتمند همه شما، علی موسوی هستم، کارگزار ملکی مرشهر اهواز، املاک علی موسوی. شاد و پیروز باشید.